اسفنج همسایه رو بر میداریم و سوراخش میکنیم. این شد. حالا میرسیم به یخ قطب شمال که این طبیعتاً شد، رد شد شد. و بعدش هم میرسیم به صابون مراغه که انگار خر رو داغ میکنی، یه چنین صدایی میده. یا اگه نگاه نکنی فکر میکنی که یکی تو اسهال الان تو دستشویی. ببخشید. و خب مثل این که دیگه نشد. میرسیم به آخرین چیز و اونم نواره که سابسکرایب فراموشتون نشه.